خب سلام، خیلی خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه. این اپیزود قراره که با هم دیگه سفر کنیم و همراه با سفر کردن تلاش کنیم که ویدیو رکورد کنیم و کار کنیم. معرفی کنم برای کسی که اول ویدیو داره اینو میبینه و اکثر قسمت ها من نقاشی میکشم و یه داستانی ممکنه روایت کنم، ولی این اپیزود یه خورده چیزتره، متفاوت‌تره، یه حالت ولاگ توره، ویدیوی حال خوب کنتوره. بعد مثلا یه حاله نقاشی هم اگه بتونم حتما میکشم. بعد توی سفر ما اصلا واسه چی میریم سفر؟ چرا انقدر سفر بهمون حال میده؟ امیدوارم صدای من برسه وقتی ماشین داره رد میشه. داستان اینه که تو میخوای از اون لایف استایلی که به صورت یعنی اون روزمرگی خود دیسکانکت شی دیگه، بعد چه تأثیری روی کارتو میذاره؟ خب تو یه خورده خالی تر میشی، یعنی از لحاظ هم تفکراتی که داری، همین که اون عادی شدنه، اون روزمرگیه، آدمای جدید میبینی، فرهنگ جدید میبینی، آب و هوای جدید رو تجربه میکنی. بعد خب مقصد توی کار من این تاثیر مستقیمی توی اون خروجیه میذاره دیگه. یعنی من دقیقاً اون چیزی که زیستش میکنم، الان مثلا با سگا داشتم صحبت میکردم، ممکنه یه فیسی از سگ یا چه میدونم اصلا یه پارس کردنی که ممکنه دیده نشه توی نقاشی یه جای خودشو نشون بده. مثال میزنم یا به یه شکل دیگه ای، مثلا این یکی از چیزاش. حالا در ادامه بیشتر راجع به این جاهای مختلف باهاتون گپ میزنم.
خب اونطوری که میخواستم پیش نرفت. یعنی من توی سفر نتونستم اونجوری که میخوام، یعنی اون فضای تایمی، چون اکثر تایمم اشتراکی بود با دوستام که اونجا بودن و دوست داشتم مثلا چه میدونم برن ساحل فلان و اینا، من مجبور بودم که اشتراک داشته باشم. یعنی دوست داشتم خودمم و نشد اون چیزی که باید میشد یا به اون شکل. یعنی یکی دوتا کار کشیدم همین جوری ولی لذت بردم. بعد داشتم فکر میکردم که خب اوکی، چه بد تو دوست داری که توی سفر کار کنی و نمیتونی، انگاری غرق اون سفره میشی و تجربه کردن و این داستان. ولی بعد به خودم گفتم که خب آروم باش، چه کاریه، تو یه تایم زیادی و چون من عید پارسالم سفر نرفته بودم، ولی البته چند ماه پیش یه شمالی رفتم، ولی در کل بیشتر درگیر کار بودم، اون شکلی تفریح نداشتم، فراغتی نداشتم. و بعد با خودم اونطوری بودم که خب اوکی، دلیل نمیشه تو قطعا اولین باری که میری سفر کار میکنی یا اولین باری که فوتبال بازی میکنی با 10مین بار یا 12 13مین بار خب متفاوته دیگه. قرار نیستش تو بگی، ممکنه لمش رو پیدا کنی و بدونی که چه شکلی میتونی که اون کارا رو در بیاری و متفاوته قطعا. بعد اینطوری بودم خب اوکی، در ادامه شاید این امکان پذیرتر باشه، چون من واقعا خیلی دوست دارم اینجا برم اونجا. توی یکی اپیزود اولم گفتم نقاشی بکشم و بتونم ویدیو بگیرم و کلا این دوتا رو، یعنی سفر و نقاشی و ویدیو درست کردن رو با هم دیگه تجربه کنم و بهش میرسم در ادامه. ولی خب الان با موفقیت انجام نشد و اوکیه. ولی خب در ادامه میخوام راجع به این بگم که سفر کردن چه شکلی میتونه که تأثیر بذاره توی طرز تفکرت یا تفکرت، منظورم مخاطب خودمم، و جنس لایف استایل و کلن توی کارت، زندگی، تو همه چی. میدونی من قشنگ برگشتم تشنه این بودم که کار کنم، ولی اونجا خیلی ذهنم یک جا نبود که کار کنم و دلم تنگ شده بود برای این محیط و نقاشی کردن و این داستان و رسیدم بلافاصله شروع کردم به نقاشی کشیدن. ولی خب اونجا نمیتونستم و حس میکنم یه بخشیش انگار تو دیسکانکت میشی از اون لایف استایل. خب قاعدتا همین شکلیه دیگه، تو جدا میشی از اون زندگی که هر روز داری تجربهش میکنی و خب ایده های جدید ممکنه بیاد، ذهنت یه بخشیش اون رمش خالی بشه و کلی داستان دیگه و غیر مستقیم، یعنی کاملا اصلا مستقیم روش تاثیر میذاره. میدونید ما عموما توی فضای کاملا شهری و این چهارچوبه قرار گرفتیم، ولی وقتی یعنی آدم هم فراموشکاره دیگه، فراموش میکنه که اوکی طبیعت انسان چه شکلیه و مثلا کوه، دشت، چیزایی که طبیعیه، حیوانات مختلف مثل چه میدونم سگ وحشی، حلزون، قورباغه، همه اینا چیزایی که حالا سخت‌تر دیده میشه، ولی خب مثلا همون گنجشک و این داستانا و یه سری چیزایی که کاملا طبیعی تره، یعنی اون موجوداتی که با انسان نتونستن همزیستی داشته باشن یا توی اکوسیستمی که هستن مستقیما باشون در ارتباط باشه. و وقتی که آدم قرار میگیره توی طبیعت یا اون فضای دیگه، فضای طبیعی، میبینی مثلا جلوی دریا هیچی نیستی و یه ذره یا کلن اون ابهت و بزرگی طبیعت تو رو تأثیری میذاره که نمیتونی جای دیگه ای تجربهش کنی و این خیلی باحاله دیگه، جالبه. تو یه یادآوری میشه برات که انگاری اصلت اینه، طبیعتت دقیقا همینه و باعث میشه که اون طرف یه اتفاقایی درونت بیفته و وقتی برمیگردی حس جالبی داری. حالا جدای از اون دپرشنی که ممکنه بگیری و اونم اگه بلد باشی به نظر من میتونی جلوشو بگیری با چیزایی که خب خیلی مورد علاقته، اولش عقد میشه دیگه. حالا بستگی به واقعا سفره داره،
ولی اونم یه بخششه، دپرشن که روزهای آخر سفر. ولی من چون نگاهم اینه که دقیقا من یه مسافرم توی یه سفر بزرگی به نام زندگی و یه شروعی داره یه پایانی داره و اتفاقای مختلفی تو دل این داستان میفتن که یکیش دقیقا سفره، که تو اون هم یه زندگیه، انگاری یه زیستیه که حالا تو میکنیش و شروع داره پایان داره و تو دلش کلی اتفاق دیگه داره که توی دل اونها هم مثلا میگم یه تیکه از سفر ممکنه بری گاو شیر بدوشی و چه جمله بندی بود. این یه شروع و پایان داره دیگه. اون تجربه جدیدی که داری میکنی شروع میشه از وقتی که پاتو سطل رو برمیداری پاتو میذاری تو طویله و تموم میشه وقتی که با سطل پر شیر ازش میای بیرون و پر از اینا با تنوع مختلف، زمانهای مختلف، یعنی بازه زمانی مختلف و در کل این تجربه کنار هم دیگه قرار میگیرن و تو یه حس و حالی و از اون سفر ممکنه یادت باشه. سفر باز میگم ما تو سفر معاشرت هستیم، تو سفر یعنی من تو سفر کار شاید هستی، تو سفر منظورم هر سفری از دید اون مسافره دارم میگم و واسه همین اون دپرشنه برای من اینو میخواستم بگم که به اون شکل اتفاق نمیفته. یعنی اینطوری خب اوکی بعدش قرار تجربه های مختلف داشته باشم، مثل همین الان که اومدم نشستم و دارم ویدیو ریکورد میکنم و با حال دیگه، مخصوصا وقتی که تو میفتی توی فرسودگی، یعنی توی یه مسیری هستی که بلنده مثل همین یوتیوب مثلا و تو ممکنه کلی سوال بیاد توی ذهنت، کلی اینطوری باشه که دارم کلی سوال و کلی داستانهای مختلف و تو انگاری با این بریکی که میدی، این پرانتزی که باز میکنی و میری سفر، نگاهت عوض میشه. یعنی انگاری یکی از چیزای جالبش اینه که برای من این شکلی کار میکنه که تو انگاری میای از اون اول شخصی که هستی میای سوم شخص قرار میگیری و میتونی این مسیری که اومدی و نگاه کنی. یکی از چیزاش مثلا اینه که توی عید مثلا سال به سالم تو ممکنه یه نگاهی بندازی دیگه که تو طول سال چه خبر با خودت و اینجا هم سفر برای من این کارو میکنه. یعنی میتونم به خودم و مسیری که دارم طی میکنم و ببینم و بگم که اوکی خیلی وقت تصمیمات جالبی و بعدش یا در حینش میگیرم که عموما هم در مقابله با طبیعت و دیدنشون، تجربه کردنشون، حس کردنشون. و همین جالبه که دقیقا توی همین آرتورکی هم که بعد سفرم دارم در واقع کشیدم، اون سگا و اون ترس از شاید سگا که توی سفر به دلیل اینکه مثلا اونجایی که بودیم یکی از اهالی اونجا رو سگ پاشو گاز گرفته و الان به این شکل نمود پیدا کرده توی اون، یعنی اونجا هم گفتم که به یه شکلی نمود پیدا میکنه. من نمیدونم، حالا جالبه چون به کلامم گفتم توی زمین ناخودآگاه هم خیلی تقویت شده تر بود و این شکلی بروز پیدا کرد. در کل همین، امیدوارم که خسته نباشین و عید جالبی رو تجربه کرده باشین، تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه و لذت برده باشین. دوستتون دارم. نمیدونم الان 10 دقیقه است دیگه دارم براتون سخنرانی میکنم. خیلی مخلصیم، دمتون گرم که تا اینجای ویدیو دیدین. همین دیگه، ببخشیدم یه هفته نبودم، میگم نشد ولی هستم در ادامه پرقدرت، فرش فیلن. راستی اگه دوست داشتین لایک، سابسکرایب، به دوستاتون معرفی و این داستانا، کامنت نظرتون و اینکه تو سفر تلفیق، البته نتونستم اون شکلی بهتون نشون بدم ولی تلفیق سفر و هنر
یا سفر و نقاشی کردن به صورت خصوص. نظرتون رو بگین چطوره و این داستانا باحاله، میخونم جواب میدم. فعلا خداحافظ.